سلام و وقت بخیر، خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم بریم سراغ یکی از جذاب‌ترین و هوشمندانه‌ترین روش‌ها برای رشد دادن دارایی‌های کریپتویی. حرف از یک استراتژی هست که به ارزهای دیجیتال شما این قدرت رو میده که براتون درآمدزایی کنن، اونم وقتی که شما اصلا فعالانه پای سیستم نیستید. خب، بیاید یه خورده عمیق‌تر به این سوال فکر کنیم. ما داریم در مورد رویای همه سرمایه‌گذارها صحبت می‌کنیم. درآمد غیرفعال یا همون پسیو اینکام. یعنی چی؟ یعنی شما یک سازوکاری رو بچینید که داراییتون چه شما بیدار باشید، چه خواب، چه در سفر باشید، چه مشغول کار دیگه، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته برای شما کار کنه و سود بسازه. این دقیقاً همون چیزیه که ثروتمندها رو از بقیه جدا می‌کنه. اونها پولشون رو به کار می‌گیرن. امروز می‌خوایم ببینیم چطور می‌تونیم این کار رو در دنیای کریپتو انجام بدیم. اینم از نقشه راه امروزمون. اول با مفهوم کلی و رویای درآمد غیرفعال شروع می‌کنیم. بعد میریم سراغ این که استیکینگ دقیقاً چیه، ریسک‌هاش رو بررسی می‌کنیم و بعد می‌بینیم که صرافی البانک چه راه حل‌هایی برای این ریسک‌ها داره. در آخرم قدم به قدم بهتون نشون میدم چطور شروع کنید و از یک مزیت ویژه بهره مند بشید. بسیار خوب. بخش اول، رویای درآمد غیرفعال. ببینید، اکثر ما وقتی وارد دنیای کریپتو میشیم، نگاهمون اینه که یک ارزی رو بخریم، نگه داریم یا به اصطلاح هولد کنیم، به این امید که قیمتش در آینده چند برابر بشه. این استراتژی بدی نیست، اما فقط یک بعد از ماجراست. سوال اصلی اینه چرا وقتی میشه کاری کرد که خود این دارایی‌ها هم برایمون سود بسازن، این کار رو نکنیم. نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. دارایی شما دیگه منفعل و ساکن یه گوشه کیف پولتون منتظر نمیمونه تا شاید قیمت بالا بره. نه، اونها به طور فعال دارن برای شما دارایی‌های جدید تولید میکنن. بذارید یه مثال بزنم. فکر کنید هولد کردن مثل اینه که شما یک شمش طلا خریدید و گذاشتید توی گاف صندوق به این امید که 5 سال دیگه گرون بشه. اما درآمد غیرفعال مثل اینه که شما یک باغ میوه خریدید. این باغ نه تنها ارزش خود ملکش در طول زمان بالا میره، بلکه هر سال هم به شما محصول میده و از فروش اون محصول سود میکنید. استیکینگ دقیقاً همین کار رو با دارایی دیجیتال شما میکنه. خیلی خب، حالا که با مفهوم کلی آشنا شدیم، بریم سراغ اصل مطلب. اون مکانیزمی که این درآمد غیرفعال رو برای ما تولید میکنه اسمش چیه؟ اسمش از استیکینگ. این کلمه رو احتمالاً خیلی شنیدید، ولی امروز میخوایم کامل بازش کنیم و ببینیم در پشت صحنه چه اتفاقی میفته و چطور کار میکنه. تعریفش شاید یکم فنی به نظر بیاد، ولی بذارید سادهش کنم. این رو مثل سود سپرده بانکی در نظر بگیرید. شما وقتی پولتون رو توی بانک میذارید، در واقع دارید به بانک کمک میکنید تا بتونه وام بده و عملیاتش رو انجام بده و بانک در ازای این مشارکت شما بهتون سود میده. در دنیای کریپتو، در شبکه‌هایی که بر اساس اثبات سهام یا پروف آف استیک کار میکنن، شما با استیک کردن داراییتون در واقع دارید به امنیت و پایداری اون شبکه کمک میکنید. شما دارید با کوین هاتون رأی میدید و تراکنش ها رو تایید میکنید و شبکه به خاطر این کمک و مشارکت ارزشمند به شما پاداش میده. یعنی شما عملاً تبدیل به یکی از سهامداران و تامین کنندگان امنیت اون شبکه میشید. حالا این مقایسه رو ببینید. فوق‌العاده است. تفاوت‌ها رو شفاف میکنه. کسی که فقط هولد میکنه، تمام امیدش به افزایش قیمته. اگه قیمت تکون نخوره یا بریزه، اون هیچ سودی نکرده. اما کسی که استیکینگ میکنه، یک استراتژی دو سر برد داره. اون هم از افزایش قیمت احتمالی سود میبره و هم به طور منظم، مثلا روزانه یا هفتگی، داره پاداش میگیره و تعداد کوین هاش بیشتر میشه. بذارید یه سناریو رو تصور کنیم. فرض کنید قیمت کاردانو برای 1 سال کامل ثابت بمونه. کسی که هولد کرده بعد از 1 سال دقیقاً همون مقدار کاردانو رو داره و سودش صفره. اما کسی که استیک کرده بعد از 1 سال مثلا 5% کاردانوی بیشتری داره. حالا اگه سال بعد قیمت کاردانو 2 برابر بشه، سود اون شخص 5% بیشتر از کسیه که فقط هولد کرده بود. این یعنی قدرت سود مرکب در استیکینگ. خب، تا اینجای کار همه چیز عالی و جذاب به نظر میاد، درسته؟ اما حتما میدونید که توی دنیای سرمایه‌گذاری هیچ وقت ناهار مجانی وجود نداره. هر فرصتی ریسک‌های خودشو داره. پس بیایید خیلی شفاف و صادقانه در مورد خطرات احتمالی و موانع بزرگی که سر راه ما، به خصوص ما ایرانی‌ها، وجود داره صحبت کنیم. خیلی مهمه که با چشم کاملا باز وارد این حوزه بشیم و تمام جوانب رو بسنجیم. این اسلاید 4 تا از بزرگترین چالش‌ها رو خلاصه می‌کنه. اولی، نوسانات قیمته. شما هر چقدر سود استیکینگ بگیرید، اگه قیمت اون ارز 50% سقوط کنه، شما در مجموع توی ضرر هستید. پس استیکینگ شما رو از ریسک بازار محافظت نمیکنه. دوم، تغییر پاداش هاست. اون درصد سود سالانه یا APY که میبینید ثابت نیست و ممکنه با تغییر شرایط شبکه کم یا زیاد بشه. اما دو مورد آخر برای ما داستان متفاوتی دارن. قفل شدن دارایی، یعنی شما سرمایه‌تون رو برای 30، 60 یا 90 روز در اختیار پلتفرم میذارید و در این مدت بهش هیچ دسترسی ندارید. و چهارمی که برای ما ایرانی‌ها کابوس، مسدود شدن حساب‌ها به خاطر نداشتن مدارک احراز هویت. این دو مورد آخر میتونن یک فرصت خوب رو به یک کابوس وحشتناک تبدیل کنن. خیلی خوب. با وجود این ریسک‌های جدی، به خصوص دو مورد آخر، آیا اصلاً استیکینگ برای ما ایرانی‌ها منطقیه؟ جواب اینه که بله، به شرطی که پلتفرم درستی رو انتخاب کنیم. اینجاست که بعضی از صرافی‌ها مثل البانک با راه‌حل‌های هوشمندانی که ارائه میدن، سعی می‌کنن این موانع رو برطرف کنن. بیایید دقیقاً ببینیم البانک چطور با این مشکلات، به خصوص مشکلاتی که ما باهاش درگیریم، مقابله می‌کنه.
این ریسک قفل شدن سرمایه رو دست کم نگیرید. تصور کنید شما اتریوم هاتون رو برای 90 روز استیک کردید. یهو بازار یک ریزش سنگین میکنه و شما میخواید بفروشید تا جلوی ضرر بیشتر رو بگیرید، اما نمیتونید چون پولتون قفله. یا برعکس، یک فرصت خرید استثنایی در یک ارز دیگه پیش میاد، ولی شما سرمایه‌ای برای استفاده ازش ندارید. این حس ناتوانی و از دست دادن کنترل روی سرمایه خودتون خیلی حس بدیه. و اما راه حل آلبانک، استیکینگ منعطف یا فلکسیبل استیکینگ. این به نظر من یک تغییر دهنده بازیه. استیکینگ منعطف یعنی شما بهترین ویژگی‌های هر دو دنیا رو با هم دارید. از یک طرف هر روز دارید پاداش استیکینگتون رو دریافت می‌کنید و تعداد کوین هاتون زیاد میشه. از طرف دیگه کنترل 100% روی داراییتون دارید. هر لحظه از شبانه روز که اراده کنید با زدن یک دکمه میتونید داراییتون را از حالت استیک خارج کنید و فوراً به کیف پول اثباتتون منتقل کنید تا باهاش ترید کنید یا برداشتش کنید. این یعنی شما هم سود استیکینگ رو میگیرید و هم نقد شدنگی کامل دارید و اون اضطراب قفل شدن سرمایه به کل از بین میره. حالا بریم سراغ بزرگترین ترس یک کاربر ایرانی در صرافی‌های خارجی، احراز هویت یا KYC. این سناریو رو تصور کنید، شما کلی تحقیق کردید، یک صرافی معتبر پیدا کردید، سرمایه‌تون رو منتقل کردید، شروع به کار کردید و سودم کردید. یک روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید حساب شما مسدود شده و یک ایمیل اومده که لطفاً پاسپورت غیر ایرانی و قبض آب و برق به نام خودتون از یک کشور خارجی رو برای ما بفرستید و اگه نتونید این مدارک رو تهیه کنید، سرمایه‌تون برای همیشه بلوکه میشه. این اتفاق تلخ برای هزاران ایرانی افتاده و یک ریسک سیستماتیک برای ماست. و البانک دقیقاً این مشکل رو برای ما حل کرده. سیاست این صرافی عدم نیاز به احراز هویت اجباریه. شما میتونید ثبت نام کنید، واریز کنید، ترید کنید، استیک کنید و برداشت‌های روزانه تا سقف مشخصی رو بدون هیچ نیازی به ارسال مدارک انجام بدید. این یعنی کیف پول شما امنه و هیچ وقت به خاطر ملیت شما مسدود نخواهد شد. این فقط یک ویژگی ساده نیست، این یک قول و یک تضمین امنیته که باعث شده صدها هزار کاربر ایرانی با خیال راحت در این پلتفرم فعالیت کنند. خب، حالا که با مزیت‌ها و راه‌حل‌ها آشنا شدیم، سوال اینه که شروع کردن این کار چقدر سخته؟ آیا فرایند پیچیده و فنی داره؟ جواب یک نه قاطع. بیایید با هم ببینیم چقدر ساده و سریع میتونید اولین درآمد غیرفعال خودتون رو استارت بزنید. ببینید چقدر فرایند سرراسته. قدم اول اینه که حسابتون رو شارژ کنید. خیلی راحت میتونید از هر صرافی داخلی با تومان، تتر یا همون USDT بخرید و به آدرس کیف پولتون در البانک منتقل کنید. این کار معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. وقتی تتر به حسابتون نشست، توی اپلیکیشن یا سایت البانک دنبال گزینه ارن یا استیکینگ بگردید. اونجا یک لیست بلند بالا از ارزهایی که میتونید استیک کنید رو میبینید. ارز مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، مقداری که میخواید استیک کنید رو وارد میکنید و دکمه جوین ناو یا سابسکرایب رو میزنید. تمام، به همین سادگی. از همون لحظه شمارشگر کسب پاداش برای شما شروع به کار میکنه. یعنی یک کاربر ایرانی میتونه در کمتر از یک ساعت از ریال توی حساب بانکیش به کسب درآمد دلاری غیرفعال در البانک برسه. یکی از نکات جالب در البانک تنوع گزینه هاست. اگه آدم محتاطی هستید و فقط میخواید ارزش پولتون حفظ بشه و یه سود معقول دلاری داشته باشید، میتونید استیبل کوین مثل تتر USDT رو استیک کنید. ریسکتون تقریبا صفره. اگه به آینده یک پروژه مثل سولانا، SOL یا شیبا SHIB ایمان دارید، میتونید اونها رو استیک کنید تا هم از رشد قیمتشون بهره مند بشید و هم تعدادشون رو بیشتر کنید. گاهی اوقات هم توکن‌های جدید با درصدهای سود سالانه خیلی بالاهای APY لیست میشن که برای مدت محدودی فرصت‌های جذابی ایجاد میکنن. این تنوع به شما اجازه میده که متناسب با شخصیت و میزان ریسک پذیریتون یک سبد استیکینگ متنوع برای خودتون بچینید. و البته این رو هم باید یادتون باشه که استیکینگ فقط یکی از امکانات البانکه. البانک یک صرافی بین‌المللی کامله. بخش بزرگی از محبوبیتش بین ایرانی‌ها به خاطر معاملات اثبات و به خصوص فیوچرزشه که بدون هیچ محدودیتی در دسترسه. خیلی از کاربران حرفه‌ای استراتژیشون اینه که بخش اصلی سرمایه‌شون رو در قسمت استیکینگ برای درآمد بلند مدت قرار میدن و با بخش کوچکتری در قسمت فیوچرز به صورت فعال ترید میکنن. داشتن همه این ابزارها زیر یک سقف و بدون محدودیت یک مزیت خیلی بزرگه. بسیار خوب، رسیدیم به بخش پایانی. بیایید همه اینها رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم چرا البانک یک انتخاب هوشمندانه برای ماست و چطور میتونید از همون ابتدای کار یک مزیت ویژه برای خودتون ایجاد کنید. ببینید دلیل اصلی که البانک به یک گزینه محبوب بین صدها هزار ایرانی تبدیل شده، همین ترکیب سگانه بی‌نظیره. اول، آزادی عمل به خاطر عدم نیاز به احراز هویت اجباری. دوم، امنیت خاطر از اینکه دارایی شما هیچ وقت به خاطر ملیتتون مسدود نمیشه. و سوم، مجموعه کاملی از امکانات حرفه‌ای از استیکینگ گرفته تا معاملات اثبات و فیوچرز. اینها در کنار هم یک پکیج کامل رو برای کاربر ایرانی فراهم میکنه. حالا یک نکته خیلی مهم که میتونه در بلند مدت کلی به نفع شما باشه. موقعی که دارید در البانک ثبت نام میکنید، یک کادر اختیاری به اسم رفرال کد یا کد معرف وجود داره. هرگز این کد رو خالی رها نکنید. استفاده از یک کد معرف معتبر به شما تخفیف دائمی و همیشگی روی تمام کارمزدهای معاملاتتون میده. شاید در یک معامله به چشم نیاد، ولی در طول یک سال این تخفیف میتونه مبلغ قابل توجهی بشه. علاوه بر این، به شما امکان دسترسی به بونوس‌ها و پاداش‌های ویژه‌ای رو میده که برای کاربران عادی در دسترس نیست.
کدی که میتونید برای این کار استفاده کنید هست D1TA. بذارید واضح و شمرده براتون بگم که اشتباه نکنید. حرف D مثل دیوید، عدد 1، حرف T مثل تانگو و حرف A مثل آلفا. یک بار دیگه تکرار میکنم D1TA. این کد رو حتما موقع ثبت نام وارد کنید تا این مزیت‌ها برای همیشه روی حساب شما فعال بشه. این جدول مقایسه خلاصه تمام حرفای امروزمونه. وقتی ویژگی‌ها رو کنار هم میذاریم، انتخاب خیلی شفاف میشه. در اکثر پلتفرم‌های دیگه ما به عنوان کاربر ایرانی با ریسک دائمی KYC، مشکل قفل شدن سرمایه و خطر مسدود شدن حساب روبرو هستیم. فرآیند شروع کار هم میتونه پر از استرس باشه. در مقابل، البنک این موانع اصلی رو برداشته. نه KYC اجباری، نه قفل شدن سرمایه در سکینگ منعطف و امنیت بالا در برابر بلوکه شدن حساب. این مقایسه به وضوح نشون میده که چرا برای ما البنک یک گزینه جذاب‌تر و به مراتب امن‌تره. خب ما امروز با هم مسیر ساخت درآمد غیرفعال در دنیای کریپتو رو بررسی کردیم، ریسک‌هاش رو شناختیم و راه حل‌هاش رو هم دیدیم. حالا سوال نهایی اینه که شما آماده اید که از یک هولدر منفعل به یک سرمایه‌گذار فعال تبدیل بشید و دارایی‌هاتون رو با آزادی و امنیت کامل به کار بگیرید؟ اگه جوابتون مثبت، مسیر پیش روی شماست. فراموش نکنید که از کد D1TA برای شروع سفرتون استفاده کنید. ممنونم که تا پایان همراه من بودید.